من هر وقت صورتمو دارم ماسک میذارم بچه، ایشون گرد خانوم میاد میشینیم بالا. چرا؟ خب چون این ماسک مواد مغذی هستش دیگه، زرده تخم مرغ، دونه های خشخاش، آخ ریخت رو لباسم، آرد نشاسته، چیزای خوشمزه‌ای هست که دوست داره. کجا رفتی؟ یه لحظه بایستی. بینجا ماما. اصلا من نمیگم بیا اینجا، خودش میاد. یعنی احسن بر تو، خدا وکیلی. نکن دیگه مامان، نکن. بچه یه چیزی، من اول فکر میکردم گردو پسره، من همش به چش پسر بهش نگاه میکنم، ولی یعنی یه دکتر بردم گفت پسره، یه دکتر بردم گفت دختره. الان من گیر کردم ایشون دختره یا پسره. گذاشتم یه ماه دیگه، الان 4 ماهشه، یه ماه دیگه این دونه های خشخاش رو خیلی دوست داره. کلسیوم داره بچه دونه های خشخاش خوش شده. به صورت اسکراب البته من استفاده میکنم، ولی وقتی دیگه پودر نشاسته میزنی این ماسک میشه خوش میشه رو صورتت دیگه. بعد جمع نکن. چون زردی تخم مرغ براش چربه، نباید بخوره. من خیلی کم تو غذاش بهش میدم، ولی خب دوست نکن مادر، نکن مامان، قشنگم نکن. گوش نمیده دیگه، حرف گوش کن نیست. یک جوجه سرکشی که حرف گوش کن نیست. بچه این ماسک خیلی خوبه ها، استفاده کنید، عالی. حالا هر دفعه ماسکامو بذارم بهتون میگم. پس چی شد؟ زرده تخم مرغ، آرد نشاسته، دونه های خشخاش خوش شده مشکیش، بعد یه ذرم عرق زنیان من بهش میزنم و خیلی چیزا میشه زد. ذرم روغن نارگیل بهش بزنم 4-5 قطره، خیلی کم، چون میخوام برم با بچه ها بیرون.